که بانوانی خیلی زیاد در این شرکت کار و فعالیت میکنند و امروز باشد بانوان موفقی که در شرکت فابریک کار میکنند از همین راهروی سوق میگذرند و ما با ایشان سوال و جواب خواهیم کرد. السلام علیکم، خودتون رو معرفی می‌کنید؟ علیکم سلام، من رجب و سعیده پتنیو دیرکتور کمپانی فابریک. فکر می‌کنم آقای سعیده بانو رو زیادی ها علاقه می‌شناسند چون که در سامانه‌های اجتماعی خیلی فعال هستند و کار خود را ماهرانه اجرا می‌کنند. آقای سعیده جان، می‌گویید که از کی باز کار در شرکت فابریک را شروع نموده و شرکت فابریک با شما چه خوبی‌ها آورد؟ سال 2021 نوامبر من به شرکت فابریک نامزد شدم و در طول یک سال علاقه 40 میلیون کار کردم. در تمام فابریک جهان رقمی یک شدم. جای اول رو اشغال کردم. این حال هم باشد در جای اول طول 3 سال می شود که در جای اول هستم. خیلی که ما شما می‌بینید فابریک 26 سال شده کار و فعالیت دارد. از سبب اینکه کمپانی از یگان کریزیس از یگان چیزا می‌ترسد، من در همین جا صبر کرده کار کرده ایستادم و در یک سال کاریم علاقه زبان پارتنری رو گرفتم. در همین طول یک سال یک خانه در شهر نوسیبیرسک، خانه الیت می سه خانه با تمام شرایط‌هایش و یک خانه دیگر در پایتخت وطنمان دوشنبه در پایتخت خانه گرفتم و یک اتومبیل در تاجیکستان، یک تای دیگر در نوسیبیرسک گرفتم. مادر خود را به حج روانه کردم. البته خودم نیز با شوهرم حج رفتم و 2 کالودت دیگر همچون صدقه جاریه در شهر افریقا کشیدم. بهترین کار. خب شما این قدر کامیابی ها رسیده، سختی ها زیاد نبودن در اینجا در باشید کی کمک رسید؟ البته یگان چیز آسان نیست، تو خوردن آسان نیست. لقمه رو در دهان این لب میبریم، بعد فرو میبریم، بسیاری روز با دردهای معده فرو بردارم نمیتونم. البته در اول قیم بود. یک سال من در یک سوتکه 2 ساعت خواب کردگیم. من نه تنها در فابریک، در اینترنت، در یوتیوب سایت خودم رو دارم. تا 4 سال میشود که بلاگری میکنم با 3 فرزند، 3 کودک. من فکر میکنم که چقدر که شوفیوری که در سر رول می‌نشیند، رول ماشین رو تاب می‌تید، زندگی ما نیست برای ما همین گناه هست. کجای کتاب داده همان سو می‌رویم. برای همین قباغت یگان کس گوش نه اندازه داشته باشی میگم، نداشته باشی میگم. زندگی در دستی خودتون است. چگونه حرکت می‌کنید همان گونه پیشروی و موفقیت رو می‌بینید. سلامت باشید آقای نازنین، بسیار سخن‌های خوب گفتید، خصوصا برای نفرانی که نو در شرکت فابریک رجیستراسیون می‌شوند و کار با آنها زور می‌آید. برای همین میگن که شرکت فابریک دروغ است، کارش دروغ است. اگر شرکت فابریک دروغ میشه، اینقدر بانوان مثال در شبکه‌های اجتماعی اثبات نمی‌کردند که محض از معاش شرکت فابریک زندگیشون کلاً تغییر یافتند. همینطوری است جان. البته یکی از سیکرت‌های کار ما همین است که با صبر بودن در کار. وقتی که به یک کمپانی کار رو شروع می‌کنید، به هر گونه کمپانی دوتاس کردن در کار نیست. وقتی که شما هر یک ماه، 2 ماه، 1 سال کمپانیاتون عوض می‌کنید، شما در اینجا البته وقتی قیمت بهای خودتون رو از دست می‌دید، تمام در آخر هیچ چیز نمی‌شه. خیلی می‌دونید درخت در یک جا می‌سبزد. یک جا صبر کنین، کار کنین. همین 6 ماه یا اینکه 1 سال عذاب می‌کشید. شب و روز کار کنید. کی خواب رو دوست نمی‌دارد؟ البته من هم خواب رو دوست می‌دارم. لیکن خواب رو کشتن کار میکنیم. شیرینی حیات ما در جوانیمان ممکن است دیدن. تشکر زیاد آقا جان، به شما موفقیت.